میدونی بزرگترین اشتباه زندگی ما چیه؟ اینکه فکر میکنیم زندگی با اتفاقای بیرونی عوض میشه، در حالی که حقیقت درست برعکسه. آدمایی که همیشه از کمبود، بدشانسی، ترس و نگرانی حرف میزنن، دقیقاً همون چیزا رو بیشتر تجربه میکنن. نه چون تقدیر اینه، چون ذهن انسان مثل آهنربا کار میکنه. تو هر فکری که تکرار میکنی، هر احساسی که نگه میداری، هر تصویری که تو ذهنت میبینی، داره آیندت رو میسازه. این یه قانون جدیده، نه؟ سالهاست که تو کتاب‌ها، تو تجربیات زندگی، تو آدمای موفق دنیا تکرار شده. تو به چیزایی تبدیل میشی که دائم بهش فکر میکنی. پس امروز قبل از اینکه روزت رو شروع بکنی، از خودت بپرس دارم چه آینده‌ای رو جذب کنم؟ با این فکر، با این حس، با این حرفا. اگه شروع کنی فقط روی چیزای خوب تمرکز کن، روی خواسته هات، روی هدفات، روی باورهای مثبت. کم کم اتفاقایی میاد که هیچ وقت انتظارشون رو نداشتی. تو شایسته بهترینایی و زندگی واکنش نشون میده به فرکانسی که تو میفرستی. اگه میخوای هر روز ذهن و زندگی تو ارتقا بدی، سابسکرایب کن. اینجا جاییه که تو تغییر میکنی. ممنونم ازتون.